تا حالا فکر کردی ماجرای عدد 540 روی شیشه قرمز عطر مشهور باکارات روژ چیه؟ اصلا این 540 یعنی چی؟ برخلاف چیزی که شاید بهش فکر بکنی، این عدد اتفاقی انتخاب نشده. برای فهمیدن داستانش ماجرای عطر رو کامل میذاریم کنار و میریم سراغ یکی از معروف ترین کارگاه‌های کریستال سازی فرانسه، یعنی شرکت باکارات. این کارگاه برای ساختن کریستال قرمز رنگ معروف خودش یه تکنیک خاصی داره. کریستال شفافو با پودر طلای 24 عیار ترکیب میکنن و دمای اون رو توی فرآیند حرارت‌دهی تا 540 درجه سانتیگراد میرسونن. و دقیقاً همینجاست که کریستال شفاف تبدیل به اون رنگ قرمز معروف باکارات میشه. اسم این عطر متشکل از 3 کلمه است: روژ یا همون رنگ قرمز، باکارات کارگاه کریستال سازی و 540 درجه دماییه که کریستال تبدیل به اون رنگ قرمز جذاب میشه. اما قصه اینجا تموم نمیشه. آقای فرانسیس کورک جان تصمیم گرفت که این فرایند تبدیل کریستالو با بو بازسازی کنه و توی 3 حس اصلی اونو ساخت. حس اول هوا با رایحه یاس مانند، حس معدنی کریستال با آمبروکسان و حس آتش با زعفران. اما سوال اصلی از شما، باکارات روژ واقعا شاهکاره یا بیش از حد معروف شده و اوورریتده؟